به نام خدا. امروز 2 دسامبر 2023 بنیاد خیریه امداد، مؤسسه IAF، همکاری مکتب فضیلت، بسته‌های غذایی، بسته‌های زمستانی و کمک‌های نقدی را برای زلزله زدگان و نیازمندان هرات در این شرایط سخت همکاری کردند رساند. جا دارد تا از دوستا و عزیزایی که از نقاط مختلف دنیا همکاری نقدی داشتن نامه‌ها از اونها به خارش بگیریم و عده از اینا هم نخواستن که اسامی از اینا ذکر بشه. من جمله دکتر داوود نجیم 5000 یورو، خالد رسولزاده 1000 یورو، جلیل استمی، مصطفی نوزاد و جاوید گلزاده از امریکا 770 یورو، فامیل های راسخ 680 یورو، سهیل جان از کانادا 675 یورو، ابراهیم جان 500 یورو، سازه سیب 400 یورو، خان سیب 300 یورو، سمیر میلاد و آقای قاسمی 250 یورو، حبیب نکزاد از امریکا 250 یورو، افلاطون زاده، انجینر طارق، داوود بشیری، درویش، شیرزاد، قادر مراکشی، میرزاد و آقای یعقوبی هر کدام 100 یورو، بارکزی، فامیل اسحاق هر کدام 150 یورو، آقای محمدی و نوازی 130 یورو، حاجی امین غفوریان از آمریکا، احمدزی، امینی، آریا، بشیری، حبیبی، رازی، حفیظ الله، سلیمان، صدیق احمدی، ظفربین، عزیز، عطایی، فرهاد جان عطایی، هاشمی، وفی عزیزی هر کدام 100 یورو، حارس جان 70 یورو، حفیظی، خانم نوری، رحیمی، زواکمن، سرور، سکندری، سلمان، صدیق، عطایی، علم، عمری، فامیل وفا، ادریان قیومی، لیدا واسعی، مهناز جان از اسپانیا، یوسف زی ارغندیوال، آقای طایب شریفی، اللهیار، ایوب ایوبی، چکری هر کدام مبلغ 50 یورو. ما تانستیم که با نوع احسن به زلزله زدگان ولایت هرات برسیم. بنیاد خیریه امداد، مؤسسه IAF با همکاری مکتب فضیلت در نظر دارد تا برای بازسازی خانه‌های زلزله زدگان اخیر هرات و ما کمک‌های سخاوتمندانه شما از هر نقطه دنیا که هستین و تداوم از این امیدوار هستیم.